میدونید که یک زبان موقعی میتونه شکل بگیره و رسمیت پیدا بکنه و خودشو تثبیت بکنه که یک ادبیات مکتوبی داشته باشه. خب شعر گیلکی سوابق خوبی داره، حتی به صورت کلاسیک از قرن هشتم سابقه کتابت داره، همون دیوان معروف پیرشرفشاه دولایی، و تداوم داشته با سالها وقفه و بالاخره برخی متونی ما داریم که مفقود هست. این هم دیوان پیرشرفشاه مفقود بود، ولی در سال 1357 درست مقارن با انقلاب 57 این نسخه پیرشرفشاه در رومانی پیدا شد در بخارست و رایزن فرهنگی ایران در رومانی در بخارست پایتختش ایشون یک متنی رو پیدا کرد در کتابخانه اونجا و نسخه خطی اونجا که بعدا بدونه به چه زبانی هست، اما حدس میزد که از یکی از زبانهای ایرانی باشه. بنابراین این رو به صورت افست عکسی که از همونجا تهیه کرده بود آورد چاپ کرد. فرهنگستان زبان ایران این رو چاپ کرد. اون زمان هنوز آقای خانلری در صدر به اصطلاح اون مؤسسه بود و این چاپ شد، ولی خود آقای محمد علی صوتی که این نسخه خطی رو از بخارست پیدا کرده بود و آورده بود به اصطلاح افست کرده بود در تیراژ 1000 نسخه شاید از طریق بنیاد فرهنگ ایران، خودشم نمیدونست که این به چه زبانیه. در مقدمهش آرزو میکنه که یک محقق و پژوهشگر ایرانی بخواد این رو ببینه و تشخیص بده که از به چه زبانی است. خوشبختانه اتفاق میمون افتاد و این کتاب چاپ شد، دست دیگه از پژوهشگران ایرانی افتاد و تشخیص داده شد که این دیوان مربوط به پیر شرفشاه معروف هست و به زبان گیلکی هست، منتها به زبان گیلکی که 700-800 سال ازش زمان فاصله داره و چون پیدا نبوده و چون گیلکی متاسفانه تعلیمی نشده، درس داده نشده، درس خوانده نشده، به اصطلاح آموزش داده نشده، این زبان دچار اون تحور و تطور شده و در نتیجه یه خورده وحشی مونده و باید روش کار کرد. که آقای عباس حاکی یکی از پژوهشگران خوب استان و شاعرم هست، دبیر ادبیات بود، ایشون اومد این رو گرفت و از اول بازخوانی کرد و چندین سال وقتش رو صرف این کار کرد و عرضم به حضور شما اونا رو 2 مرتبه تایپ کرد به صورت حروف چینی شده جدید و ترجمه. البته زحمتی که ایشون کشیده فوق‌العاده هست، منتها گاهگداری هم به خاطر اینکه اون زبان 700 سال 7 قرن فاصله افتاده و در واقع تحول پیدا کرده، تطور داره پشتش، یکم غلطخوانی هم شده، یعنی اشتباه هم خوانده شده. دوستان دیگری هم وارد کار شدن، نقد شد اون کتاب، بالاخره یک سری بررسی‌های جدید شد و به صورت مقالات در جاهای مختلف پراکنده است. یعنی ما یک نمونه از ادبیات کلاسیک و قدیمی گیلکی رو داریم، بنابراین میتونیم بگیم که ما ادبیات مکتوب داریم در زبان گیلکی، برخلاف ادعایی که میگن که گیلکی ادبیات مکتوب نداره. بعد از اون دیگه میایم دوران مشروطه، از مشروطه به بعد دیگه فراوان میشه، به خصوص در حوزه شعر. اما در حوزه داستان
ما مطلقا نمونه این نداریم، مگر اینکه بگیم که مثلا افسانه ها باشند، نقل ها باشند، عرضم به حضور شما روایات و خاطرات و اینا باشند. اونا تک توک هست اینجا در کتاب های مختلف میشه جمع کرد. اما داستان به تعریف داستان مدرن و امروزی اونطور که الان داره در ایران و در جهان کار میشه، ما در گیلکی و در گیلان به اون صورت سابقه ما 40 و ارزم به حضور شما 44 سال بیشتر نیست.